برگزاری رقابت‌های پهلوانی در دوراهی شیرخان بندر کندوز. این مسابقات به هدف ترویج بازی‌های محلی و عنعنوی، زنده نگه داشتن ورزش‌های سنتی و فراهمسازی فضای تفریح سالم برای مردم برگزار شده است. مسئولان فدراسیون کورش در ولایت کندوز میگویند برگزاری چنین رقابت‌ها میتواند زمینه رشد و پیشرفت ورزشکاران و پهلوانان را در سطح ولسوالی‌ها فراهم سازد. در توی دو بیادری که شما دیدین جوانای شیرخان بندر بود که عنعنات دیرینه ما که پهلوانی کورش است که سابق در تویا در جشنا میشد، قومای ترکمن ما پهلوانی میداد، ولی ما هر اقوام که در قندوز در سمت شمال زندگی میکنه توی بگیره، ختم سوری بگیره، مسابقات پهلوانی کورش سرش میگیریم که جوانا دور از مواد مخدر شوه. یک هماهنگی دقیق مردم رو میبینیم که هر طایفه در پهلوانی میایه جوانای خود تشویق میکنه، یک میر و محبت، یک لبخند بر روی مردم میایه. دیگه امنیت بسیار بیخی امنیت من تامی است و قماندان صاحب و همه امیر حوزه و کلش اینا ان شاء الله همیشه پهلوانی باشه، اینا میایه همکاری با ما دارن، خانه ایشان آباد شب باشه روز باشه، امنیت ما بیخی تامی است. ورزشکاران و باشندگان محل نیز از برگزاری این رقابت‌ها ابراز خرسندی کرده و تاکید دارند که تداوم چنین برنامه‌ها میتواند استعدادهای نهفته در میان جوانان را شکوفا کند. پهلوانی یکی از عنعنات رسم رواج بابا و اجدادمان است، چون برای ما میراث باقی مانده تا به امروز ما ادامه داریم و دیگر خیلی خوشحال هستیم و این هم یک نوع از تیم مسابقات هستند، تیم پهلوانی گورش، یعنی گرفتن و آزمایش نمودن قدرت یکی با هم دیگر قوتشان و یکی از تیم ها هستند. خواست مینمی است که این رقم پهلوانی ها را رشد بده که تا ما تا اینجا آماده شویم و کشتی بگیریم شما ایلا شوه و دیگه این رقم مسابقه را برگزار کنن. بسیار خوب است. مسئولان امنیتی ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز از تأمین امنیت برنامه‌ها و محافل فرهنگی و ورزشی در این ولسوالی خبر داده و باشندگان اطمینان می‌دهند که می‌توانند با خیال آسوده و اطمینان کامل هر گونه محفل خوشیشان را برگزار کنند. دلته الحمدلله امنیت سر تا سری تامین ده، الحمدلله مشکل نشته ده او که داسې برنامې جوړې کړي نو د امام صاحب ولسوالۍ قمندانۍ او بالخصوص د شیرخان بندر سمت پولیس د دوی په خدمت کې دي. ان شاء الله پوره اطمینان ورکوو چې هیڅ قسمه مشکلات به نه پیښیږي. این مسابقات در حال برگزار شده است که مسئولان فدراسیون کورش از رشد چشمگیر و علاقه‌مندی مردم به ورزش‌های سنتی در سالهای اخیر در ولایت کندوز خبر می‌دهند.